ساکنان دهه به نام بابا ناصر در دهات سرچشمه ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین هر یک وجب زمین‌های للمی کشت را ثمرناک استفاده می‌نمایند. این قطعه زمین‌های نزد حولگی مؤسسه رقم 24 تعلیمی و تجربوی میباشند. با توصیه آموزگاران کارمندان مؤسسه امسال هم در زمین‌های نزد حولگی مکتب کارتاشکا شنانیدند. سال گذشته از همین زمین آموزگاران به قدر زیاده از 1 تن کارتاشکا حاصل گرفتند. جای ما زمین‌های للمی است. ما زمین‌های للمی رو نقص استفاده میبریم. من همه کبودی‌ها رو هم از همین جا من خیلی شما دیده ایستوی در این طرف ما کبودی‌ها، در این طرف ما کارتوشکا، در این طرف گل و گلزار، همه با تشبث کارکنان همین مؤسسه هست. تمام روز زن‌ها، معلم‌ها، کارکنان همین مکتب در اینجا کار میکنیم. سهم خود رو درباره آذوقه حکومت جمهوری تاجیکستان میگذاریم. من خودم شخصا در نزد حولگی خودم پمیدورهای للمی میکاریم، پیاز میکاریم. از همین استفاده برده روز روزی زندگی رو از حولی پیدا میکنیم. در مکتب باشیم برای بچه ها، برای آشخانه من کارتوشکا و پمیدور رو از خود مکتب با راهبری مکتب، با راهبری مؤسسه، با راهبری کارکنان خواجگی همه در اینجا کار کرده برای مکتب یک آذوقه به دست میاریم. در این مؤسسه تعلیمی غیر از قطعه‌های زمین‌های نزد حولگی با مهنت آموزگاران در میدان زیاده از 1 هکتار زمین این باغ بنیاد کرده شده است. نیال‌های باغ مکتبی با مصلحت‌های متخصصان ساحه باغپروری پرورش کرده شدند. این حال ما سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان را درباره تامینات آذوقه‌واری چی در اویله و چی در زمین‌های نزد حولگی مؤسسه تعلیمی ثمرناک استفاده ایم. مثلا در باغ مؤسسه قریب که 10 نمود درختان میوگی داریم که حاصل آن را گنداشته در آشخانه مؤسسه تعلیمی استفاده میبریم. بعدا کارتوشکا کش کردگیم، باز سبزوات ها داریم که همین رو ما جمع گیر میکنیم در آشخانه مؤسسه تعلیمی استفاده میبریم، به خوانندگان میدیم. در زمینه حاصل باغ مکتبی و استفاده ثمرناک زمین‌های نزد حولگی رهبریت مکتب امکان پیدا نموده است که علاوه بر قسم درآمد خوانندگان زینه ابتدایی تعلیم را با خوراک یک وقته سرغذا تامین نمایند. استفاده زمین‌های نزد حولگی خیلی درست برای مونده شده است. مثلا در مکتب اینترنت زیاده از 3 هکتار کارتوشکا کاریده شده است که آنها عین حال به گل آمدند. در موضع‌هایی که مؤسسه‌ها در بلندکوها بعضیش جایگیر هستند، در آن جای‌ها هم نشونمای خوب دارند. امسال البته در اینجا سرباریش آمد، بنابر همین هم خیلی حاصلناکی خوب است. دهه به نام بابا ناصر در دهات سرچشمه ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین واقع می باشد. ساکنان این دهه سیاست اگراری حکومت کشور را همه جانبه دستگیری نموده در سمت تامین امنیت آذوقه‌واری کشور سهم ارزنده گذاشته ایستادند. هر یک ساکن این دهه شکرانه تنجی و آسایشتگی کشور نموده با شغل دهقانی سطح زندگی خود را سال تا سال بهتر نموده ایستادند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از دهات سرچشمه ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین برای برنامه اطلاعاتی نوید.